دوستان روز همگی بخیر خسته نباشید. دوستان که برای ماشین دورگیری پیام داده بودن یادش یه مدل ماشین دورگیره این به حالت گرده، این مدل عین همونه ولی باید تختشه. این یه مدل داشت من. خب این یه مدل دیگه باز کوچیک‌ترشه، اینم تخته، باز این گردشه. سایداش مثلا فرق میکنه، مخصوص همش دورگیره. مثلا نگاه اینم دورگیره، این تخته، اینم گرده. چون دورگیره خب همش مثل هم دو سانسا نیست، کوچیک بزرگ داره. دیگه ازم حضور شما این ماشین خیلی کاربرد داره، ماشین خیلی خوبیه. یا مثلا این ماشین خوراک آخر پرداختاریه، خیلی خوب جواب میده چون نه گرده نه تخته، نگاه معمولیه. دوستان ازم حضورشون بعد دوستان من دیدم توی اینستا با این ماشی‌ها پرداخت میکنن. داداش این ماشی به درد پرداختکاری نمیخوره. این ماشی فقط کاربردش هم یه تیکه است، چون زیر دوبلی زیر لوله چیزی باشه، ولی ایناش اصلا کاربرد نداره برای پرداختکاری. فقط همین یه تیکش 1 سانت اولش به درد میخوره. دیگه از این ماشی خیلی خوبیه. مثلا جایی که جا دست نیست، مثلا این ماشی دورگیرا گرگیر جلو فرق نمیکنه. مثلا زمانی که بخوای خطشو تخت کنی با این قشنگ خطشو میتونی تخت کنی، بعدش با این ماشین ماساژ بدی خطشو قشنگ تیز میکنی. ممنون.